بابایی وصیت کرد به پسرش، گفت پسرم من میخوام بمیرم با من یه جوراب دفن کن، بزن تو پام با من دفن کن. چه وصیت؟ بابا مرد و پسر اومد لحظه که بابا رو می‌خواستن بذارن تو قبر، جوراب آورد بکنه به پای باباه، نذاشتن. این غیر شرعیه، نمیتونی غیر از تربت و کفن و این چیزها شما نمیتونی چیزی داخل قبر بذاری. وصیت کرده، عمل وصیت نه آقا، این خلاف شرع، نیاز نیست انجام. سر صدا بالا گرفت، ننه زنده بود، اومد گفتش که پسرم یه نامه بابا نوشته، گفته این رو موقع دفن من بده پسرم بخونه. نامه رو باز کرد، گفت پسرم من میدونستم نمیشه جوراب دفن کرد، خواستم به تو این رو بگم بابا، تو این دنیایی که یه جفت جورابم نمیتونی با خودت خاک کنی ببری اونور، برای چی داری اینقدر تقلا؟